همچنین که ما تاجیک‌ها را ترجمه کرده پند کردیم، انا همین اثر بی‌زوال را شاهنامه را چنین چاپ کنیم و هر یک عائله تقدیم کنیم. پس از تقسیماتی شاه اثری بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه از جانب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به هر یک خاندان تاجیک صف خوانندگان این اثر بزرگ افزود. محض همین اقدام برنامه میدان دانش را با اشتراک و بحث و رقابت دانش بین اشتراکچیان جالب و دیدنی گرداند. رقابت دانش اطراف شاهنامه در این نشر برنامه هیجان انگیز خواهد بود. برنامه میدان دانش را شام شنبه از تلویزیون دوشنبه ساعت 17:25 تماشا بین باشد.